به نام خدا، وقتتون بخیر، خسته نباشین دوست عزیز. یه سوالی از دوست ما پرسیده بودین که من متوجه نمیشم، به من بگید $500 سرمایه داشته باشم روزانه چقدر سود میگیرم. بعد نوشتین این مثل بقیه پلتفرم های دیگه از بین نمیره، این تضمین هستش؟ آیا گروه داره برای سرمایه گذاران؟ کارمزد برداشت چقدر هست؟ خب من یکی یکی اینا رو بهتون الان پاسخ میدم با اطلاعاتی که خودم از این کار دارم. اول خودم معرفی کنم، یاسر رضایی هستم. 2.5 سال 30 ماه در این سیستم فعالیت میکنیم. از زمانی که این سیستم میخواست بیاد بالا تصمیم شما گرفتیم و من به عنوان بازاریاب در سیستم اکوسیستم AFG کوین، الان دیگه باید بگیم اکوسیستم چون یک سیستم تمام عیاریم و اپلیکیشن های درآمدزایی داریم. از اون بالایی اپلیکیشن صرافی، ولت غیر متمرکز، گاه صندوق شخصی هر شخص، یعنی هیچ کسی حتی مالک سیستم بهش دسترسی نداره، مثل تراس ولت. بازی هوشی ما، بازی شطرنج، بازی منچ که خیلی پرطرف داره و اپلیکیشن استیکینگ و اپلیکیشن AFG مدیا که یک سوشال مدیاست مثل یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و ما هم یک چنین اپلیکیشنی رو آوردیم برای کاربرهامون که دیگه از این به بعد به جای اینکه زمانشون رو بذارن توی اینستاگرام و اونجا نت مصرف کنن و اوقات فراغتشون رو اونجا بگذرونن و هیچ درآمدی نداشته باشن، میتونن بیان توی AFG مدیا که هم جنبه تفریحی داره و کلیپ هایی که برای تفریح و سرگرمی ساخته شده رو میتونن ببینن، همون کلیپ هایی که توی یوتیوب، اینستاگرام اینا هست اونجا هم هست، و هم چون یک تیم آموزشی و نتورکری و سرمایه گذاری این اپلیکیشن رو آورده، میتونن تک تک کاربران از این اپلیکیشن هم درآمدزایی برای خودشون ایجاد بکنن، حالا چه با فالوور و بازدید و لایک و کامنت یا تبلیغات AFG کوین و فروش بیشتر برای سیستم، بازی های منچ که دیگران میتونن واردش بشن، هم به صورت آنلاین بازی کنن، هم به صورت کامپیوتری، هم آیدی شخص مقابل رو بزنن و با هم دیگه بازی بکنن و با هم دیگه اطلاع بدن. مثل اینجا اد میکنی، آیدیش رو میذاری، سنت رو میزنی، چالش میدی، میاد تو قسمت فرندات اضافه میشه، اینجوری میزنی روی این چیه موس بازی میگن برای بازی ها، و بعد 25 یا 50 سکه، اینا AFG نیست، اینا سکه های خود این بازیه، تا نداشته باشی نمیتونی بازی بکنی، باید حتما همون اول کار بگیری که حالا آموزشی اونم داریم. رو 50 میزنی یا 52 میزنی و بهش درخواست میدی، اون از اون ور جوین میکنه و اضافه میشه و با هم دیگه بازی میکنید. حالا میتونید با هم رایگان بازی کنید، چرتی بازی کنید، اون دیگه برای خودتونه و نسبت به خواسته خودتون. خیلی سیستم خوب و روبراییه. حالا بریم برای حساب کتاب شما. در ضمن ما بلاک چین هم 95% کاراش انجام شده که داریم میاریم و یک اپلیکیشن دیگه هم اپلیکیشن ماینر هست که شما میتونید به اندازه پولتون اونجا ماینر بخرید و ماینر برای شما تایید تراکنش بکنه و بیت کوین استخراج بکنه، ارز به شما بده و این خیلی خوبه که ما یه چنین چیزی داشته باشیم. حالا فکر کنم اینو AFG کوین اگه بتونیم استخراج بکنیم که دیگه خیلی عالی میشه در آینده. بالاخره پروژه های بعدی هم داریم، برنامه‌مون تا حالا 5 ساله بود و از این به بعد 20 ساله است. اینجا یه سری توضیحات دیگه هست بهتون میدم. خب شما گفتید من $500 داشته باشم، نگاه شما اول گفتید چقدر پول بذارم چقدر سود میده، ولی من در تیم آموزشی خودم میگم به مردم اول نگید چقدر پول بذارید، اول بازیامونو معرفی کنید، اول اون ماندگاری سیستم رو، اون تضمینی که اون شخص میخواد رو بهش نشون بدید، اپلیکیشن های درآمدزاییمون رو نشون بدید و بعد بیاین بگید من اینقدر بابت سرمایه گذاری بهت سود، یعنی من که نه، سیستم چقدر بابت سرمایه گذاری بهتون سود میده، اون موقع برید اونا رو توضیح بدید. خب $500 میخواید سرمایه گذاری کنید، سیستم ما تو اپلیکیشن استیکینگ و علاقمندان استیکینگ داره سود میده و اون سود هم از ارزهای خودش میده، پول نمیده، تتر هم نمیده. ضرب داره 18% بخوایم بکنیم، 18% سود ماهانه میده، ماهی 90 تتر بهتون میده که ضرب در 6 ماه بکنیم 540 تتر بهتون برگشتونده شده. آیا تتر سرمایه گذاری کردید که تتر بهتون داده بشه؟ خیر، اما توی جامعه اینجوری حساب میکنه، میگه بگو من چند دلار بذارم چند دلار سود میگیرم. خب بخاطر همین اول اینجوری بهت توضیح دادم و حالا میریم روی توضیح اصلی. شما $500 دارید سرمایه گذاری میکنید که اول بایستی ببینیم قیمت AFG کوین چنده.
پس تقسیم بر قیمت AFG کوین ممیز 2.012.1 به قیمت دلاریش 416,000 AFG رو شما دارید میخرید و استیک میکنید و سیستم بابت این 416,000 تاتون ماهانه 18% بهتون داره سود میده که میشه ماهی 74,937 واحد ارز AFG کوین به شما میده. شما اونو در زمان برداشت در همون اپلیکیشن خودتون قسمت تبدیل ارز تبدیل میکنید به تتر و تتر رو به هر صرافی و کیف پولی میتونید انتقال بدید. خب حالا این 74,937 واحد در ماه تقسیم بر 30 روز میشه ماهی 2004 روزی 2497 واحد که پولش چقدر میشه؟ ضرب در 2.012.1 میشه $3 که ضرب در 30 بکنیم میشه همون $90 که با این حساب $500 صحبتشو کردیم. خب پس اینجا داره همون سود رو به AFG به شما میده، اما یه تفاوت داره. شما این 416,000 AFG رو امروز خریدید $500. اگر این سودهایی که برای شما میاد رو نگهداری کنید و حتی مجددا استیک نکنید، شما 416,000 AFG رو بعد از 6 ماه دریافت کردید توی کیف پولتونه. 416,000 تا هم باز دوباره 6 ماه بعد و 416,000 تا هم 6 ماه بعد که روی هم رفته میشه 18 ماه، یعنی 500 روز که بهتون داره میده 1,248,000 واحد ارز AFG کوین که حالا قیمتش 1.5 سال دیگه شاید 5 برابر الانه، شاید 10 برابر الانه. خب حالا ما بگیریم 5 برابر الان AFG کوین هست دونه ای به تومن خودمون حدوداً 210 تومن یا 15 تومن، حالا میگیریم 15 تومن. حالا شما 1,248,000 تا ارز داری نگه داشتی میخوای بفروشی، اون موقع قیمتش چنده؟ اون موقع دونه ای 5 برابر اصلا قیمت الان چنده؟ قیمت الان هست دونه 210 تومن تک تومنی. اینو پاک کنم اشتباه زدم، ضرب در 210 تومن. همین الان میشه 260 به قیمت الان میشه 262 میلیون تومن. به قیمت الان بخوایم حساب بکنیم که شما $500 ضرب در 193 تومن بخوایم بگیریم، همین الان از پولتون 96 میلیون و 500. خب پس اون موقع 262 میلیون، این 262 میلیون ضرب در 262 میلیون تقسیم بر 96 میلیون تومن، 96 و 500، یعنی شما یه چیزی حدود 3 برابر سرمایه‌تون رشد کرده تازه به قیمت الان. همین الان بخوایم مثلا به قیمت الان حساب کنیم. حالا اگه به قیمت 5 برابر بیشتر باشه که تا سال دیگه 10 برابر هم بیشتره، شما 13 برابر توی سودی. 96 میلیون اون 100 میلیون تومان شما اون موقع دیگه 13 برابر میشه 1,300,000,000. حالا شما باید اون موقع چجور اونو میفروشی؟ سیستم ما مگه صرافی نیاورده؟ خب ارز AFG کوین تو صرافیش خرید و فروش خواهد شد. خریدار همیشه تو صفه، به خاطر اینکه ما یک بخش محدودیتمون مونده که هنوز بایستی بیاریم، محدودیت استیک، که دیگه همیشه خریدارها تو صفن که بتونن AFG کوین رو بخرن، چون تا زمان لیست شدن ما که در بهمن سال 1407 اتفاق خواهد افتاد، یعنی پایان برنامه 5 سالمون، این ارز حالا با هر قیمتی اون موقع لیست بشه، ما میگیم 1000 برابر یا 10,000 برابر قیمت، ولی ما میگیم این ارز باید خریدار داشته باشه که شما بتونید بفروشید. بلاکچین ما کارمزدش با ارز AFG کوینه و هر کسی داره خرید و فروش میکنه، چه اونایی که توی سیستم AFG کوین هستن، چه اونایی که قراردادهای هوشمند هستن رو بلاکچین ما اجاره‌ای خواهند آمد. مثل همینجوری که ما الان رو بلاکچین بایننس هستیم و اجاره نشینیم و داریم بابت تراکنشامون بهش هزینه پرداخت میکنیم، اونا باید ارز AFG کوین رو بخرن. هم صرافیمون خرید و فروشاش با ارز AFG کوین باید بخرن و همیشه خریدار هست. ولتمون برای سواب کردن باید AFG بخرن و سایر پروژه هایی که در آینده میاریم و نیازه که AFG بخرن. و مهمتر از همه اپلیکیشن استیکینگمونه که اونجا داره خرید و فروش میشه و نتورکرها برای اینکه بتونن از 12 لول سازمانی پورسانت دریافت بکنن بایستی حداقل 1,000,000 AFG کوین سرمایه گذاری کرده باشن
اگر یک دونه هم کمتر باشه 6 تا لولشون پولسان نمیده و کلی پولسانداشون میسوزه و اونا مجبورن از این سودی که دارن دریافت میکنن بخشیشو دوباره AFG کوین بخرن و این یعنی امنیت سرمایه شما، این یعنی تضمین خرید ارز شما در آینده و سیستم اینجوری براتون آورده برنامه چیده که کاملا پولساز، مانی میکر و مثلا از بازی تا 1.5 سال آینده ما روزی حداقل هیچی نباشه $200,000 درآمد داریم. از اپلیکیشن صرافیمون $200,000 درآمد خواهیم داشت. از بلاک چینمون روزی $400,000-500,000 سرمایه گذاری درآمد خواهیم داشت. از والت غیر متمرکزمون به همین شکل، از AFG مدیامون به همون شکل، از ماینرمون و اپلیکیشن ماینرمون و بازیامون به همین شکل. ما درآمدزایی‌های زیادی داریم چون داریم از الان زیرساختش رو قوی تر میکنیم و حالا انشالله بعد از سواب و برده‌رسانی سیستم که حالا ما الان توی تاریخ 30 تیر ماه هستیم، تیر 1405، شاید این کلیپ رو بعدها دوستان ببینن. ما یک چنین سیستمی رو آوردیم که 2.5 سال فعالیت میکنه، بیش از 134,000 کاربر داره و در 213 منطقه و با 213 پیش شماره کشورها ثبت نام شده که میشه به گفت حدود 18 کشور از منطقه هایی هست که پیش شماره داره و تبدیل دارن میشن به یک کشور و ما توی 213 تا پیش شماره کشورهای مختلف هستیم. بعد میگیم 213 کشور مختلف رفتیم، جهانی شدیم و تا به حال بیش از 3,400,000 خورده $1,000 دادیم به عنوان سود و پورسانت به کاربرهای سیستم و یک سیستمی آوردیم تمام عیار، با دهن پر با دیگران صحبت میکنیم و با سری بالا بهشون معرفی میکنیم و ازشون میخوایم برن بعد از شنیدن صحبتهای ما در سایت های دیگران از افرادی که در این سیستم هستن از سالهای قبل، از 2 سال قبل به بالا و به پایین، هر کی هستش میتونید برید ازش سوال بپرسید که چه سیستمیه و مالکش چه هدفی داره و چه انسانیه و خودتون هم میتونید توی شبکه‌های اجتماعی AFG کوین آفیشیال، چه توی یوتیوب چه توی اینستاگرام، برید ببینید. مخصوصا توی یوتیوب پخش زنده اونو حتما نگاه بکنید چون از روزی که AFG کوین اومده بعد اولین جلسه مالک AFG کوین هستش تا آخرین جلسه‌ای که این اواخر برگزار کرد و میتونید همه برید این کلیپ ها رو ببینید و پیشرفت AFG کوین رو ببینید. زیر پست های AFG کوین رو حتما ببینید، کامنت ها رو بخونید و نظرات رو ببینید، بعد تصمیم بگیرید که آیا با AFG کوین با این تیم همراه باشید یا نه، آیا اینجا براتون سوده یا خیر. اون موقع خودتون با دیدی باز و اطلاعاتی کامل تصمیم خواهید گرفت. دمتون گرم. اینم از توضیحات ما از سیستم آینده دار AFG کوین. من میگم هوشمند، سریع، آینده ساز AFG کوین.